به نام خدا. امروز میخوایم تو این جلسه تراش قطعاتی که سوراخ ندارن یا سوراخ مرغک ندارن رو با هم دیگه کار کنیم. تو جلسه قبلی با استفاده از درن قطعاتی که ضخامت کمتری داشتن، یعنی نمیشد بین دو مرغک بتراشیم، ما با درن تونستیم بتراشیم. حالا یه سری قطعات مثل این قطعه که ما سوراخ مرغک نداریم یا سوراخی نداریم که بندازیم توی درن، مجبوریم که بین دو مرغک این قطعات رو ما رو تراشی کنیم. حالا به چه صورت باید رو تراشی کنیم؟ ما میایم این قطعات رو به همدیگه وصل میکنیم. اگه قطعاتمون فلزی هستش که اینا رو به همدیگه جوش میدیم، یعنی با خال همه رو به همدیگه جوش میدیم، مهارش میکنیم و بین دو مرغک شروع میکنیم به تراشیدنش. ولی مثل این قطعه که پلاستیکی هستش یا تفلون هست، ما دیگه نمیتونیم جوش بدیم، مجبوریم از نوار چسب استفاده کنیم. ما میایم اینا رو به هم دیگه میچسبونیم که رو دستگاه راحت تر باشه. حالا قطعاتمون رو با نوار چسب به هم دیگه میچسبونیم. این طرفش هم یک دست میکنیم. به این صورت. حالا برای اینکه سمت مرغکمون یه قطعه باشه، چون مرغک رو مستقیم نمیتونیم بزنیم به قطعه، از یه واسط استفاده میکنیم که مهره واسط خوبی است برای این کار. اینو میندازیم وسط. حداقل 1 سانت اضافه بار باید داشته باشیم توی این قطعات، با بار کم نمیشه، چون هر کاریش کنیم مرکز نمیافته. اینو تقریبا میندازیم وسط و با کولیس یکی میکنیم همه جهاتشو. به این صورت. این زلش هم همینطور حدودا وسط باشه. به این صورت. این هم دوباره نوار چسب میزنیم که خوب به قطعاتمون بچسبه. به این صورت. که چسبید دیگه تکون نمیخوره، اونجا دیگه راحت. حالا این ورش هم ما یه قطعه دیگه میخوایم که به سه نظام ببندیم. من از یک پیچ استفاده میکنم، اینو میبندم به سه نظام و قطعاتمو تکیه میدم به این قطعه ثابت که میشه مرغک ثابتمون و شروع میکنیم به تراش کردن. اینو ما دوباره وسط میندازیم، دیگه اینجا نمیچسبونیم. اینو حدودا وسط نگه میداریم دوباره با کولیس. خوب اندازش میکنیم. این هم از اینو میایم یه دورش رو خط میکشیم که اونجا حدودی مرکز نگه داریم قطعه رو. به این صورت. این هم از این ور قطعات. ببین مرکزش رو در آورد. اینو میبندیم به سه نظام، اینو تکیه میدیم، مرغک هم که از این ور اینو نگه میداره و تراشیمون رو آغاز میکنیم. حالا بریم تا عملیشو با هم دیگه کار کنیم. حالا من این پیچ رو میبندم به سه نظام که میشه محور ثابتمون که قطعاتمون رو میچرخونه. صفر میکنیم. حالا خطایی که قبلا کشیدیم با این مچ میکنیم که مرکز قرار بگیره و مرغکمون رو میایم صفر میکنیم. به این صورت خوب صفر میکنیم. چسبار هم میتونین دیگه بکنیم، مزاحم کارتون نشه. باش کاری نداره، مرغک نگه می‌داره. حالا دستگاه رو روشن میکنیم، شروع میکنیم به روترش.
دوباره بار میدیم. حالا که قطعاتمون تقریبا گرد شد یه اندازه میزنیم. پنج میل و 2 دهم دیگه میخواد. پنج میل و 2 دهم. اندازه رو یک کنترل میکنیم، چون دیگه قطعه رو باز کنیم دیگه نمیتونیم بتراشیم، به هم میریزه. بله سایز هستش. حالا میتونیم قطعاتمون رو باز کنیم به این صورت. این هم از قطعاتمون. بدون اینکه سوراخ مرغک یا سوراخ دیگه ایجاد کنیم قطعات ما رو تراشیشو انجام دادیم. امیدوارم که این ویدیو واسهتون مفید بوده باشه. با تشکر، خدا نگهدار.